نگاه گذشتگان به بحران‌ها چطوری بوده و چطور عبور می‌کردن از بحران‌ها، به نظر میرسه که درس‌های زیادی نهفته است در تعلیماتی که انسان‌های سنتی داشتند. حالا چه سنت رو به معنای دین بگیریم، چه به معنای عرفان بگیریم، چه به معنای اسطوره بگیریم و چه فلسفه‌های کهن. در هر صورت به هر کدوم از این 4 نوع که ما بخوایم سنت رو بگیریم، به نظر من درس‌های جالبی توی سنت هست که به کار امروز ما هم در مواجهه با کرونا میاد. من یه مثال خدمتون بزنم. مثلا خیلی جالبه، تو طب سنتی قدیم میگفتن که هر دردی رو 3 شبانه روز باش بسازید و بعد 3 شبانه روز اگه دیدید که دیگه غیر قابل تحمل اون درد، بعد سراغ پزشک برید. و این خیلی جالبه که این مسئله به خاطر طرز تلقی هایی بود، جهان بینی هایی بود که انسان سنتی داشت و همین باعث شده که اونها یک مقدار زیادی درد بهشون عارض میشد، آستانه تحمل رنجشون بالاتر بود. ولی ما نه، انسان مدرن گویا آستانه دردش، آستانه تحمل رنجش خیلی خیلی کمتر هست از اون چیزی که به اصطلاح انسان سنتی داشت. انگار اصلا برای ما معنی نداره بگن 3 روز درد بکش بعد مثلا برو پیش پزشک. علتش هم این بود که یعنی یکی از علتهاش این بود که انسان سنتی برای زندگیش یک معنایی قائل بود. یعنی معتقد بود که زندگی من یک معنایی پشتش هست، یک چرایی پشت زندگی من وجود داره که این باعث میشه من هر چگونگی رو تاب بیارم. این حرف مهم و عمیق نیچه رو خدمتون بگم که میگفت هر کی از چرایی زندگی خود را دریابد با هر چگونگی خواهد ساخت. هر چگونگی قابل تحمل میشه به اصطلاح. الان اینطوریه مثل که ما بگیم که مثلا پلک من به هم میخوره، پلک رو هم میذارم و این باعث درد من بشه. میگیم نه، چون ما میدونیم که ضرورت زندگی به هم خوردن و بسته شدن و باز شدن پلک ماست به اصطلاح. به همین میزان که الان باز و بسته شدن پلک ما ضرورت زندگی تلقی میشه، برای انسان مدرن هم دردهای دیگه مثل دندان درد یک به اصطلاح ضرورتی تلقی میشد که خیلی راحت باش مواجه میشد و اینو طبیعی و ضروری زندگی میتونست. بذارید یه مثال از هند براتون بزنم. یکی از این فیلسوفان بزرگ سنت هندویی هست به نام شانکارا یا شنکره که خودش یک مکتبی به نام ادویتا ودانتا یا ودانتای غیر ثانوی رو آورده و آدم بسیار بزرگی هست، هم فیلسوفه هم عارفه. بعد این در سنین پیریش یه حرف جالبی میزد، میگفت که من بعضی وقتا که مریضی سراغم نمیاد از خودم در تعجب میشم، شگفت زده میشم از خودم و این سوال به اصطلاح برام به وجود میاد که چی شده که مریضی دنبال من سراغ من نیومده. انگار مریضی یه جور متنبه کننده انسان هاست، نه تنبه به معنی که ادبش کنه کیفرش کنه، نه، یعنی هشدار بده به اصطلاح، یک هشداری برای انسان باشه. به این معنا خلاصه انسان ها خیلی فرق کردن. مثلا الان خود شما الان چند سالتونه؟ امسال تولد؟ البته سوال سری نپرسید. نه من دیروزم تو لایوم گفتم من 30 سالم تموم شد. 30 سال دهه جدیدی شدم. آره انشالله عمر با عزت و طولانی داشته باشی. بعد شما وقتی که مثلا جلوی آینه الان میستید یه تار مو که میبینید، خلاصه یک دفعه انگار، حالا شما رو نمیگم شما عارفید البته، هر کسی جلوی آینه میبینه یه تار موش سفید شده انگار آتش بهش میزنن و پیش خودش فکر میکنه، میگه همین دیروز به دنیا اومدیم، همین دیروز به سن بلوغ رسیدیم، همین دیروز بود که ازدواج کردیم، لعنت به این دیگه چیه که مثلا توی، و تلاش میکنیم این یک تار مو رو یا بکنیمش یا رنگش بکنیم یا بالاخره یه بلایی سرش بیاریم که دیگه به اصطلاح تو چشم ما خلاصه نباشه. ولی خیلی جالبه، یه عارف هندی به نام رامانوجا هست، حرف جالبی میزنه. اون وقتی روبروی آینه میسته نگاهش خیلی جالبه. میگه وقتی اولین نخ موی من سفید شد خوشحال شدم، چون احساس کردم دارن به من مرخصی میدن. احساس کردم که خلاصه دارن منو دعوت میکنن که میگن که تو این جهان زحماتی کشیدی. حالا البته اونا به تناسخ قائل هستن، به زندگی‌های متوالی و
در بدنهای مختلف به اصطلاح. و گفت که این تار موی سفید داره به من میگه که تو این جهان زحماتی کشیدی و حالا دارن کم کم تو رو تعطیلی خورده بهت، مرخصی بهت میدن و داری به سمت پیورلند، به سمت سرزمین پاک به اصطلاح سفر میکنیم و دیگه خوشبختانه رو به اتمام این رنج‌ها 4 نخ که بیشتر بشه، میگه خوشبختانه 10 قدم دیگه من نزدیکتر شدم به اصطلاح به این مرخصی که خلاصه دارن به من میدن. و خلاصه این بحث خیلی مهمه که چرایی زندگی چون برای انسان مدرن کم رنگ شده، متاسفانه چگونگی زندگی براش دشوار شده. و الان مشکل اینجاست که نه تنها زندگی معنا نداره بلکه مرگ هم بی معنا شده. یعنی شاید بیشتر از بی‌معنایی زندگی بی‌معنایی مرگ. انگار انسان مدرن یه جور برخلاف انسان سنتی که یه باوری داشت، فکر میکرد از این جهان رها بشه به جهان دیگه میره، به جای بهتر میره. الان ما احساس سقط شدن یا بهتر بگم سقط شدن داریم متاسفانه. یعنی مرگ ما یک جور مسئله اینطوری هست. به خصوص توی همین مسئله کرونا اگر شما ببینید میبینید چقدر مرگ ها بی ارزش شدند. قبلا لااقل یک سوگواری، مناسک عزاداری چیزی بود. الان کسی اصلا جرئت نمیکنه به مردگان نزدیک بشه. کسی جرأت مناسک غسل و کفن و دفن کردن رو به اصطلاح به خودش نمیده. این خب خیلی بحث مهمیه، چون معنایی پس پشت زندگی نیست. خلاصه در نتیجه چرایی زندگی ما هم دچار مشکل. این یک مسئله بسیار مهم است که من عرض کردم خدمتتون. راستش من نمیدونم چقدر معناهای سنتی به کار انسان مدرن بیان. اینجا هم نمیخوام نسخه بپیچم که ایها الناس، ای مخاطبان لایو خانم کریمی، شما برید رجوع کنید به معناهای سنتی و اونا رو بیارید تو زندگیتون. راستش رو بخواید شک دارم در این که واقعا اون معناها به کار امروز بیاد به اصطلاح. اما نکته‌های مهمی خب میشه آموخت از همین مسئله که یکی از ترفندها، لااقل اگر نگیم راه حل‌ها، یکی از تاکتیک‌های معنابخشی به زندگی همینه که ما یک چرای بزرگ پس پشت در واقع بحث هامون داشته باشیم، حرف هامون. این من بعضی وقتا میبینم بعضی دوستان میان میگن که آقا فیلم خوب چی ببینیم، کتاب خوب چی بخونیم، صفحه اینستاگرامی خوب مثلا چی هست، بیایید بگید که ما مثلا اینا رو مطالعه کنیم. یعنی انگار همه ملت همیشه در صحنه انگار عاشق مصرف فرهنگی شدن و میگن که حالا که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم بذارید یه کار فرهنگی به اصطلاح انجام بدیم. و این کار خیلی کار خوبی هست، فیلم دیدن، کتاب خوندن. ولی نکته مهم اینه که بعد که اینها مثلا قرنطینه که تمام میشه، یا الان بعضی وقتا من از دوستان میبینم یکیش میگه آره من 40 تا فیلم دیدم، یکی میگه 50 تا کتاب خوندم. بعد گله دارن که خب یعنی چی؟ انگار هیچ چیزی انباشت نشده، نشست نکرده در وجودشون، هیچ چیزی اضافه نشده به وجودشون. بعد هم میگن یعنی واقعا این فیلم بی کیفیت بود، این کتاب ارزشی نداشت. من فکر میکنم اینطوری نیست. یعنی مشکل بر نمیگرده به کیفیت کتاب ها و فیلم ها. مشکل از نظر من تو مکانیسم ذهن ماست. ذهنی که پرسشگر نیست، هر چقدر هم مواد خام شما توش بریزید هیچ فایده ای نداره. فقط در واقع ما اومدیم این فضای خالی رو انباشته کردیم و تازه آلوده ترش کردیم. اگر یک فضای بازی برای حداقل مراقبت و مراقبه ذهنی بود، اونم از بین بردیم به اصطلاح. به همین خاطره که من همیشه به دوستان توصیه میکنم، میگم باید پرسش داشته باشید تا بعد کتاب خوندن فایده بخش باشه برای شما. باید یک چرای بزرگی در پس پشت ذهن شما باشه که بعد این فیلم دیدن به اصطلاح بتونه دغدغه بشه و مشکلی رو از شما به اصطلاح حل بکنه. خلاصه بحث بر سر اینه که ما مدام این سفر جستجوگرانه رو ادامه میدیم ولی نمیدونیم به جستجوی چی هستیم، چون هیچ پرسش جدی در ذهن ما نیست. بنابراین هر چه هم میخونیم گویا متاسفانه هیچ فایده‌ای نداره. درسته. مرسی استاد، ممنون. خواهش میکنم. تشکر.
حالا یه مسئله دیگه هم اگر پرسشی الان اگه به ذهنتون نمیرسه، من یه مسئله رو خدمتتون عرض بکنم و چند تا نکته است که در مورد همین کرونا هست. به نظر خودم بد نیست در مورد اینا خلاصه یک تأملاتی داشته باشیم. و اون مسئله یکیش اینه که بعضی وقتا دوستان گله دارن که ای وای فلانجا سر ماسک دعوا شده، اینجا سر دستمال توالت، دستمال کاغذی مثلا بحث و درگیری است، اونجا ماسک ها رو میدزدن. این به نظر من یک مسئله طبیعی هست، خیلی عجیب نیست راستش رو بخوای. حتی سرقت محموله های ماسک هم البته حالا این قابل تأمله، اما بقیه چیزها به نظر من خیلی عجیب نیست، از این بابت که ما وقتی به سمت فرهنگ میریم که بقامون تضمین شده باشه. بقا مقدم بر فرهنگ هست به اصطلاح. حالا وقتی که ما گرفتار به اصطلاح مسئله بقا باشیم، وقتی که بقای ما تضمین نباشه، خیلی زود رفتارهای طبیعی ما تبدیل میشه به رفتارهای شرایط بحران و حتی عذرخواهی میکنم رفتارهای حیوانی به اصطلاح تبدیل میشه. و این صحنه دعوا بر سر ماسک و دستمال و اینها خلاصه اینجا خیلی عجیب و غریب نیست. کرونا بله میگم برای بقاه، برای بقا هست، بله، و خیلی طبیعی نیست، چون به قول معروف مردمی که 8شون گرو 80 هست اونجا خیلی نمیتونن به معنویت و اخلاق فکر بکنن. این بحث واقعا خیلی مهم هست که البته استثناء در عالم هست، اما اخلاق نیاز درجه 2 انسان هاست. یک جمله عجیبی مارکس داره، کارل مارکس میگه که به من بگو قضای تو چیست تا من بگویم خدای تو کیست. از روی قضای آدم ها میشه فهمید که خدای اونها کی هست به اصطلاح. شما تأمل کنید در ساختار فرهنگی دعاهایی که ما میخونیم، مثلا ببینید دعاهای ما همش دعاهایی هست که مربوط به نیازهای غریزی هست. خدایا شکم ما رو سیر کن، خدایا برهنه ها رو بپوشان، خدایا اسیرها رو آزاد کن، خدایا. ببینید دعاها تمام در همین محدوده زیستی و به اصطلاح غرایز اولیه میچرخه. خیلی خبری و اثری از دعاهای عرفانی نیست. چرا؟ چون این گرفتاری به اصطلاح نیازهای اولیه، نیازهای بدیهی به قول مازلو وجود داره و این رو هیچ کاریش نمیشه کرد. حالا کرونا اومده به ما گفته که آقا شما چه نشستید که دلتون خوش بود و خیالتون راحت که از سازوکار هستی با خبرید و میتونید با دینتون با علمتون به جنگ به اصطلاح سوانح طبیعی برید، ولی حالا یک ویروس 5 گرمی اومده هم دین شما رو منفعل کرده، هم علم شما رو به زانو در آورده و خلاصه همه منفعل و سرگردان موندن در برابر یه ویروس، البته بگیم اژدها، البته ویروس 5 گرمی این حقیقتا از اژدها هم بدتر هستش. یه چیز عجیب‌تر هم کرونا به ما یاد داد و اون این که متاسفانه برخلاف توصیه تمام اخلاقیون، عارفان، انسان‌های معنوی، پیامبران و فرزانگان، زندگی اجتماعی همیشه امر مطلوبی نیست. یعنی همه اونها ما رو توصیه می‌کردن به دیگری، به نزدیک شدن به دیگران، به فشردن دست دیگران، حمایت و کمک به دیگران، ولی الان انگار حرز نجات انسان‌ها دوری از دیگرانه. انگار الان تا دور نشیم از همدیگه خلاصه نجات پیدا نخواهیم کرد. این مصیبت هست. الان کرونا اومده به ما گفته بعضی وقتا اجتماعی زیستن ممکنه به مرگ شما منجر بشه، شما از دست بدید به اصطلاح حتی همین سلامتی ساده‌ای که خلاصه دارید. اما یک نکته مهم داره راستشو بخواید، من هرچی این روزا فکر میکنم به کرونا، میبینم کرونا بسیاری از مناسک هم دینی هم فرهنگی ما رو تعدیل کرده. یعنی بعضی سنت ها هستند که اینها خوبند ولی در روزگار ما هیچ وجهی ندارند، چه سنت های فرهنگی و اجتماعی، چه مناسک دینی به اصطلاح. مثلا همین عزاداری رو من نگاه میکردم، الان ما نمیتونیم عزاداری کنیم بر مردگانمون، نمیتونیم بریم به اصطلاح مراسم سوگواری جمعی داشته باشیم، اون تن فرهنگی انگار ناتوان شده الان. ولی به نظر من جالبه، یعنی احساس میکنم که کرونا این نکته مثبت رو داشته که اومده انسانها رو از این که از مناسک سوء استفاده کنن، استفاده ابزاری کنن برای عبور از ایده ها و فکرهای اصلی، اومده اونا رو حذف کرده،
انسانها رو رو در رو کرده با مسائل اصلی. مثلا سوگواری، عزاداری میومد چیکار میکرد؟ ما رو از ایده مرگ غافل میکرد. ما دیگه به خود مرگ فکر نمیکردیم، چنان گرفتار دنگ و فنگ های عزاداری و سوگواری بودیم که دیگه مرگ یادمون میرفت. الان که دیگه اون مناسک کنار رفته، انگار ما روبروی مرگ وایسادیم میبینیم پس مرگ اینطوریه. پس این قربتی است که اگه نماز میت هم بخوایم بخونیم یا نمیتونیم، یا باید از فاصله 50 متری از پدرمون و برادرمون قرار بگیریم تا بتونیم به اصطلاح نماز میت بخونیم. برای اون اجازه نداریم وارد گور بشیم، اجازه نداریم هیچ کاری انجام بدیم. همینطور مناسک دینی، گاهی وقتا ما چنان درگیر نماز جمعه ها بودیم، حالا اون لعنت و نفرین و آفریناش به جای خود که نماز جمعه ما محل به اصطلاح فحش دادن و لعنت فرستادن و طلب نفرین و طلب شر برای دیگران که خدا رو شکر مدتی اثری از اونها نیست و بارون هم زیاد شده. حتیش اومده. زیاد شده اصلا. از وقتی نماز جمعه نیست و دعای بارون نخوندیم 3-4 سال بارون اومده. البته خب این شوخی دارم میکنم، دین به اصطلاح پناهگاه و پشتیبان آدمی هست. اما این حرف رو میخوام خدمتون بگم که از وقتی این مناسک دینی هم تعطیل شدن، انگار لازم نیست دیگه ایده خدا رو دور بزنیم. تو فستیوال های دینی، کارناوال ها و مناسک دینی خدا گم نمیشه. انگار فرصت داریم که باز به خدا فکر بکنیم، چشم در چشم خدا به اصطلاح مواجهه داشته باشیم بهش، و این منتفی ساختن مناسک باعث میشه که ما با ایده ها بیشتر درگیر بشیم و اون چیزهایی که قبلا پرسش های فیلسوفان فقط بود الان برای همه افراد عامه هم پرسش میشه. یعنی دیگه تفکر فلسفی یه تفکر برج عاج نشینانه اشرافی نیست که من دانشجوی فلسفه فقط فکر کنم. نه، یه کارگر ساده هم گویا فرصتی برای تفکر و تأمل پیدا میکنه که میتونه در واقع رویارویی مواجه داشته باشه با این ایده ها، با این نظریه های مهم و دیگه از طریق مناسک فریب نخوره و به اصطلاح دچار غفلت نشه. درسته. خیلی حرف زدم من. شما خیلی از خرافات هم دیگه الان رفته کنار دیگه. هم البته من بعید میدونم خراف. ببینید کرونا شرایط استثنایی هست و این که از بین بره، آمریکا همون آمریکاست، داعش همون داعشه، داعش های درون ما هم همچنان همونجوری فعال خواهند بود. یعنی اینا رو شما شرایط بحرانی استثنایی بدونید که به اصطلاح عرضه میشه و بعید میدونم اون خرافات از بین بره، چون خرافات با دلیل نیومدن که با دلیل برن. هر چیزی که با دلیل اومده باشه میتونیم با دلیلی از بینش ببریم به اصطلاح. بله قطعا تعدیل خواهد شد، قطعا بعضی از این مناسک تعدیل میشه، اما نکته مهم اینه که اون بخش خرافی و سوپرستیشس وجود ما انسان‌ها همیشه فعال خواهد بود. اون اصلا از بین نخواهد رفت. چرا؟ چون بعد از کرونا هم باز مرگ هست، ترس هست، تنهایی هست، اضطراب هست، شک هست، دلواپسی‌های قایی، التیمیت کانسرز به قول اون یالوم تا آخر عمر ما وجود دارن. چون اینا از بین نمیرن بنابراین خرافات هم خلاصه وجود خواهند داشت، اما یک مقداری به نظر میرسه که اینها تعدیل بشن و خلاصه ما بتونیم برخورد بهتری به اصطلاح داشته باشیم. حالا راست رو بخواید بچه‌ها بعضی وقتا میپرسن که آقا ما احساس میکنیم زندگی پوچ شده، یعنی اصلا اون بیگ پیکچر ما، اون معنای عظیمی که ما از هستی داشتیم دچار فروپاشی شده و حالا من به پوچی رسیدم، چیکار بکنم به نظر شما؟ من حقیقتش جوابی نداشتم برای اونا، الان هم جواب جدی ندارم، اما یک جوابی که سردستی میتونم بدم اینه که فکر میکنم که با هنر، با ادبیات و با معنویت به معنی، نه به معنی حالا لزوما دینی یا عرفانیش، یعنی التفات درونی، مراقبه درونی، انقمار در نفس، یعنی تأمل بیشتر در خود و تحمل بیشتر خود و تحمل تنهایی. چون جهان مدرن به ما یاد داده بود که جهان سرعت، جهان سکس، جهان خشونت، جهان شغل و با این 4 جهان مدرن میخواست ما رو از اون آهستگیمون در بیاره به اصطلاح.
و خب هر کدوم از اینها در واقع عکس خودشون رو میساختن. مثلا شغل برای ما ایجاد میکرد و شغل هم باعث میشد که ما دچار غفلت بشیم، اما فکر کردم چیزی اومده جلوی تصویر. به جای اینکه شغل بتونه ما رو سرگرم کنه، اتفاقا باعث ملال ما شده، چون علاقه ما نیست به اصطلاح. بقیه‌اش هم همینطور. حالا اگه ما یک مقداری به قول فیلسوفان رواقی، گفتم این گفته هاشون به کار میاد، فیلسوفان یونان باستان، اگر بتونیم فضیلت آهستگی رو تمرین بکنیم، مراقبت از موزیم و با کرونا هم کنار بیاییم، در واقع بپذیریم که ما در هستی عمیقاً تنها هستیم، عمیقاً تنهاییم و این تنهایی رو نه عشق پر میکنه، نه ازدواج پر میکنه، نه دوستان ما و خانواده پر میکنن. هیچ کدوم از اینا تنهایی های بین فردی رو ممکنه پر بکنن، این حفره ها رو ممکنه بپوشونن، اما اون تنهایی عمیق وجودی همیشه در روان ما باقی هست. به هیچ شکلی نباید و نمیتوانیم ازش فرار بکنیم. کرونا میتونه اینو به ما بیاموزه که عمیقاً تنهاییم در هستی و هستی در عین حال که داره روی خودش رو به ما نشون میده، اما هر لحظه ممکنه زیر پای ما رو خالی بکنه و گاهی وقتا در پیش‌فرض‌هایی که داریم یک مقداری خلاصه توی اونها یک مقداری تجدید نظر بکنیم، به خصوص خوشبینی‌های افراطی که نسبت به هستی داریم ما. حالا منظورم شما و دوستان به اصطلاح عزیز نیستن که خیلی نسبت به هستی خوشبین هستید، افراطی، این خیلی خوبه، اما من به جای خوشبینی یک اصطلاح دیگه میذارم خدمت دوستان، میگم این اصطلاح رو، و اون اصطلاح امید بدون خوشبینی هست. ما امیدوار باشیم بدون اینکه خوشبین یا بدبین باشیم، چون خوشبینی هم مثل بدبینی یک عارضه روانیه. همون اندازه که بدبینی نادرسته، خوشبینی هم نادرسته. ما باید امیدوار باشیم به هستی، اما اون جمله رو من توی یکی یادداشت‌ها نوشتم، زیاد هم بهش معتقدم واقعا، که در همون حال که داریم چنگ میزنیم به شاخه‌های هستی، به ریشه‌های هستی تا نگرش داریم، اما باید وصیت‌نامه‌هامون هم بنویسیم. باید هر لحظه خلاصه آماده مردن هم باشیم. فکر نکنیم که هستی دایه مهربانتر از مادری برای ماست که در تمام لحظه هوای ما رو داره و دستاشو گشوده کرده رو به آسمان، آغوششو باز کرده که مایی که در هوا معلقیم رو بگیره. همیشه اینطوری نیست. همیشه اینطوری نیست. هستی گاهی وقتا مادر مهربان، گاهی وقتا رودخانه خروشان و بیرحمی هست که مطلقا سرش نمیشه. و گاهی وقتا تو این پیش‌فرض هم تجدید نظر کنیم که هر طوری من فکر کنم هستی همون طوری هم با من برخورد خواهد. نه، واقعا بعضی وقتا اینطوری نیست. البته این فکرها کمک میکنه به آسایش روان ما و آرامش روح ما. منم نمیگم نکنیم، نمیگم این فکرها رو نداشته باشیم، این فکرها رو داشته باشیم، اما اون واقع بینی جای خوشبینی رو بگیره در وجود ما و تلاش کنیم هستی رو اونطوری که هست ببینیم، نه اونطوری که آرزو داریم یا به نفع ماست یا دوست داریم یا میترسیم مبادا جور دیگه ای باشه. این نه، ما هستی رو واقع بینانه بهش نگاه بکنیم. کرونا رو هم به عنوان یک عارضه، یک بحران طبیعی تلقی کنیم. کرونا نه مأمور الهیه، نه برای ابتلاع و آزمایش ما به زمین اومده، نه از علائم ظهور. هیچ کدوم از این پیش‌فرض‌ها درست نیست. واقعا کرونا یک عارضه طبیعی است که ممکنه اگه به تئوری توطئه معتقد باشیم میتونه ساخت کشور چین باشه برای رسیدن به قدرت اول اقتصادی، و اگر هم به تئوری توطئه معتقد نباشیم میتونه یک عارضه طبیعی باشه که هر از چنگاهی طبیعت برای متعادل کردن، برای بالانس کردن نسبتش با موجودات دیگه به اصطلاح. و خوب شده واقعا، زمین داره نفس راحت میکشه، حیوانات به خیابونا اومدن، در بعضی کشورها درختان زندگی پاک تنفس دارن میکنن. یه مدت هم طبیعت از شر ما انسانها در امان باشه، این هم بالاخره به نظر من بد نیست. دقیقاً درسته. و اون حرفتون هم خیلی درست بود که انسان الان دارن به اون خودشناسیه میرسن
توی بله. لایو که با بابا رضا داشتیم اتفاقا سوال که پرسیدن راجع به شمس، بابا رضا مخاطبا اینو گفت ما هممون تو درونمون یه شمس داریم و باید اون شمس درونمون رو پیدا کنیم. به نظر من الان در این اتفاق همین کرونا باعث میشه که ما به اون درونمون بریم و اون شمس درونمون رو بیدار کنیم. بله کاملا درسته. اصلا شمسی در بیرون شاید وجود نداشته باشه اصلا، که اون شمس رو ما تو کتابا جستجو کنیم یا تو فیلم‌ها یا تو استادان معنوی. دقیقاً در وجود مولانا هم همینطوری بود، یعنی از لحظه‌ای که شمس غروب کرد شمس درونش طلوع کرد. اگه شمس از قونیه نمیرفت اصلا مولانا نبود، مولانا نمیشد. حالا در مورد همه ما هم همینطوری هست و من آرزو میکنم کرونا باز خودش زمینه ساز طلوع یک شمس دیگه در درون ما باشه که بتونیم آگاهیمون نسبت به انسان و خدا و جهان رو بیشتر بکنیم. دقیقاً همینطوره. آمین. خب استاد یه ذره دیگه راجع به این که ما توی این شرایط بتونیم حالا انسانای مدرن حالشون رو خوب بکنن یه ذره بیشتر توضیح میدین. گفتین که توی سنت ها بوده، ولی الان با این شرایط من نوعی چجوری میتونم حال خودم رو خوب کنم؟ با پذیرش با چه اتفاقی میتونم حال الانم خوب کنم که ناهوشیار جمعی حالش بده؟ ببینید ما الان متوجه شدیم که نسبت به دیگران باید دوری بکنیم، از دیگران باید پرهیز کنیم تا نمیریم. اما یک مسئله مهمتری وجود داره و اون مسئله مهم اینه که اون دیگری هنوز وجود داره. من در عین حال که از مواجهه با تن دیگری پرهیز میکنم برای اینکه عطسه یا سرفه او منو مبتلا نکنه، اما باید به این نکته تفتن داشته باشیم که هنوز هم شفقت ما رو نجات میده. تن فردی ممکنه ما رو از بین ببره، اما تن فرهنگی ما رو نجات خواهد داد. و این تن فرهنگی اون جامعه‌ای هست، زیست جهانی هست که پیرامون ما هست، همه انسان‌های دیگه‌ای که ما میتونیم با اونها همدلی و همدردی داشته باشیم به اصطلاح. این شفقت به دیگری بسیار مهم هست. ما چیکار کنیم که حال دیگران رو خوب کنیم تا به وسیله اون حال خودمون خوب بشه؟ این به نظر من خیلی بهتر هست، چون من احساس میکنم اعتقاد قطعی خودم بر اینه، گرچه یک دانشجوی فلسفه تقریبا هیچ اعتقاد قطعی نداره، اما تو اطلاع ثانوی به این یقین معتقد هستم، این مسئله رو یقین دارم که اگر خدایی در عالم هست در لباس دیگری خودش رو متجسد کرده. جز در لباس دیگری که من هم البته دیگری هستم نسبت به خودم، خداوند متجسد نمیشه. تنها راه پرستش خداوند در روزگار ما به دیگری اندیشیدن هست و شفقت ورزی در حق دیگری هست به اصطلاح. من گمان میکنم یکی از کارهایی که حال ما رو خوب میکنه خوب کردن حال دیگران هست و این رو از طریق کمک هایی که میتونیم انجام بدیم. حالا نمیشه خیلی حضوری به دیگران کمک کرد، اما من فکر میکنم راههای بسیار زیادی وجود داره که ما میتونیم به اصطلاح به دیگران کمک کنیم که حال خوشتری به اصطلاح داشته باشن. یکی دیگه هم به قول شما مسئله پذیرفتن هست. اگر ما به مقام پذیرفتن برسیم خیلی مهمه. هایدگر میگفت که خود مرگ ما رو از بین میبره، اما ایده مرگ ما رو نجات خواهد داد. اما فکر مرگ ما رو قطعا نجات خواهد داد. از این حیث که اندیشیدن به مرگ، میدونید ما 4 جور میتونیم به مرگ فکر بکنیم در واقع. یعنی مواجهه ما با مرگ 4 جوره. یک بار ما دچار کورمرگی میشیم، یعنی اصلا نمیبینیم مرگ رو. یک بار دچار مرگ هراسی میشیم، یعنی مرگ رو میبینیم و به شدت میترسیم و هر جا که اسمش میاد میگیم اسمش رو نیار. به یک تلاش میکنیم مثل سرطان که به اصطلاح اسمش رو نمیارن مطلقا. مرگ هم همینطور، این میشه مرگ هراسی. و بعدی مرگ اندیشی هست، این هم خوب نیست، یعنی اندیشیدن روز و شب به مرگ، مثل استرسی که از کرونا به جون مردم افتاده. حالا نکنه الان بگیرم، نکنه من مبتلا شدم ولی تو کمون و انکوباسیون هستم و هنوز خودش رو نشون نداده، نکنه این که روبروی منه. اینو میشه مرگ اندیشی. ما هیچ کدوم از این 3 تا رو نباید
در واقع بهشون اعتنا بکنیم. نه کورمرگی خوبه، نه مرگ هراسی خوبه و نه مرگ اندیشی. مرگ آگاهی خوبه. آگاهی به مرگ باعث میشه که ما زندگی رو بهتر بتونیم انجام بدیم. وقتی من معتقد باشم که عمر بسیار کوتاهی دارم، به خصوص با این کرونایی که اومده، وقتی معتقد باشم که ای بسا تا فردا بیشتر زنده نباشم، امشب تا فردا تلاش میکنم بسیار خوب سپری بکنم. مثل کنفوسیوس وقتی برای اعدام بردنش، این نگهبان زندان دید با یه پروانه رو دستش نشسته داره حرف میزنه و میخنده و شعر میخونه براش. بعد پرسید که خب تو برای چی این کارو در این شب حساس انجام میدی؟ گفت که خب فردا یا من اعدام میشم یا نمیشم بالاخره. اگر اعدام نشدم که هیچ، اگر اعدام شدم که الانم دارم این لذت زیبایی این پروانه رو احساس میکنم و دارم باش مغازله و گفتگو میکنم. مرگ آگاهی باعث میشه، پذیرفتن مرگ باعث میشه که ما بتونیم لذت‌های زندگی رو و در لحظه زیستن و دم غنیمت شماری رو بهتر به اصطلاح به یاد بیاریم. راه زیاده، من خیلی حرف نزنم. به نظرم این فقط 2 راه بود از بیشمار راهایی که آدم میتونه هم حال خودش هم حال دیگران رو خوب کنه. به خصوص خلاقیت هنری خیلی مهمه خانم کریمی. یعنی شکفتن از درونی که روان درمانگران اگزیستانسیل میگن، مثل اروین یالوم، مثل رولو می، مثل ویکتور فرانکل. یکی از روش‌های مهمی که در لوگوتراپی یا معنا درمانی به اصطلاح هست اینه که تولید هنری بکنید. برید نواختن یه ساز رو یاد بگیرید، برید رقصیدن یاد بگیرید، برید نوشتن یاد بگیرید، شعر گفتن یاد بگیرید. اینا در واقع اون چیزهایی هست که باعث میشه ما به مقام خداوندی برسیم. خلاقیت مقام خداوندی هست و خب کسی که بتونه مثل خدا بشه، کل یومن به قول قرآن کریم هو فی شأن، هر روز در یک شأنی، در یک کاری هست و این دیگه ملال درش راه نداره به اصطلاح و میتونه به اصطلاح از این طریق زندگیشو لحظه به لحظه معنای تازه‌ای ببخشه. دقیقاً خیلی عالی بودش. مرسی استاد عزیز. من خیلی حرف زدم، ببخشید شما و دوستان عزیز رو خسته کردم. نه استاد، ما استفاده میکنیم. مثلا اتفاقا امروز با خانم اسکندرپور که من صحبت میکردم گفتم تو رو خدا کلاس ها رو برگزار کنید، حداقل به صورت آنلاین باشه و ما بتونیم که از وجود شما بهره ببریم. الان از شما دور خواهش میکنم. دنیامون تغییر کرده. اگر باز حداقل همین که چند دقیقه‌ای داریم از صحبت شما استفاده میکنیم خیلی خوبه. اگر کلاس هم ادامه دار که دیگه عالی میشه. کلاس آنلاین داشت فوق‌العاده است. انشالله کرونا سپری میشه، باز هم دوستان رو خواهیم دید و با هم شادی خواهیم کرد. انشالله حرف خواهیم زد با هم دیگه. از کرونا این مهمترین آموزه‌ای بود که عارفان میگفتن که تو شادی ها ما رو بسیار شاد نمیکنه و تو غم ها خیلی ما رو غمگین نمیکنه. این نیز بگذرد. کرونا هم میاد مثل آنفولانزا، مثل سارس، مثل ابولا، مثل طاعون قرن 14 میلادی که چند میلیون آدم رو کشت، اما اومد و رفت. البته برای اون کشته ها که هیچ نامی ندارن چیزی نمیشه گفت واقعا. قطعا ما هم عزیزانمون رو از دست میدیم خیلی هاشون تو این کرونا. اما مهم اون شور زندگی هست، اون نوع انسانی هست که به حیاتش، به زندگیش ادامه میده و انشالله من برای دوستان، برای شما و همسر عزیزتون، برای همه دوستانی که منو میبینن و شما رو میبینن آرزو میکنم که از درون بشکفند. از درون شکفتن شاید بهترین آرزویی باشه که ما بتونیم برای همدیگه داشته باشیم. بتونن خلاصه تاب بیارن، به کرونا به عنوان یک فرصت نگاه بکنن. چون یک تعبیر من درباره مدرنیته میخوندم خیلی جالب بود. میگفت مدرنیته دعوت به انجام دادنهای بیپایان است. پشت سر هم خلاصه مدرنیته دشمن سکوتهای شفابخشه. همه اون سکوت‌های شفابخشی که میتونن جان ما رو بارور بکنن، چون میدونید در سکوت انسان بارور میشه. مریم در اون سکوتش بود که کلمه قدسی ازش تراوید و باردار مسیح شد. پیامبران در سکوتشون حامل وحی شدند. قدیسان و فرزانگان در سکوتشون و تاباوری اون تنهاییشون بود که تونستن به جایگاهی برسن.